نمیدونم 10 مرتبه 12 مرتبه چند مرتبه اسرائیل بوده و آقایی هم به همین ترتیب باید معرفی شد به عنوان خدمتگزاران مسیحی ایرانی در اسرائیل و در سراسر دنیا، به ویژه در ایران زمین. در ایران زمین پیام خداوند و خداوند مهر و دوستی رو، خداوند فروتنی و زیبایی و بخشش رو در میان هموطنان ما در ایران و در سراسر دنیا تلاش کردن بپراکنن، به ویژه در اسرائیل. سپاسگزار هستیم همه از برادر نازنینمون گونتر که پیشینه‌ای داره بنده یک کوه در مهر به اسرائیل به نمایندگی از سوی مردم ایران زمین. همه سپاسگزار از شما. من فرستاد و فرستاد داشتم سال پیش 2 ماه پیش برادر دانیل دانا بمونم و خیلی لذت بردم و خواستم با اجازه شما از همه شما دعوت کنم که مثل یهودیان هر سال تکرار میکنن سال آینده در اورشلیم که سال آینده نباشه بلکه امسال. پس امسال برنامه زیاد داریم. ما میتونیم درس بخونیم، ما میتونیم نوت موسیقی رو یاد بگیریم و در مورد غذای ایرانی حتی کتاب بخونیم، اما تا موقعی که خود ما این رو تجربه نکردیم هیچی بلد نیستیم و هیچ تجربه نداریم. پس فقط صحبت کنیم، باید از نزدیک بوی اورشلیم رو، عطر اورشلیم رو نفس بکشیم و از این برکت پر باشیم و با یهودیان فارسی زبان‌ها بیشتر آشنا بشیم، چون اینها منتظر همه شما هستند و دوست دارن با شما ارتباط برقرار کنند. پس امسال برنامه زیاد، برنامه اورشلیم داریم، برنامه که چه گفتم چند هفته بعد توی ماه آذر چه داریم؟ چه پوریم. بله، امروز یادم بود که سال 66 موقعی که در نورنبرگ این کسانی که توی زمان هیتلر یهودیان رو کشتند و خیلی خوب شما بهتر میدونید، یکی از اینها قبل از که اقدام شده گفته پوریم 1946. پس خودش میدونست که این روز که روز مرگش بود بستگی با یک برنامه بزرگ داشته که چند هزار سال پیش نوشته شد و الان دوباره اتفاق افتاد. و خب من نمیخوام نبوت بکنم، اما من احساس میکنم که در پوریم امسال، یعنی بعد از 80 سال، دوباره این پوریم خیلی خیلی مهم هست برای خود یهودیان، هم برای ایرانی ها. خب این برنامه دوم هست و برای سوم هست، شما هم گفتید برای عید نوروز، چون چند هفته بعد از پوریم عید نوروز خواهید بود و اگر خداوند فیض بده باز میریم از جشن به جشن و از پیروزی به پیروزی و از قدرت به قدرت و خیلی بزرگ خواهیم گرفت. و تازه برادر ما به سن 80 ساله، ببخشید اجازه گرفتم این رو بگم، چون این سال 80 سن سالگی 80 ساله مثل موسی هست که ماموریتش با همین سن شروع کرده و فقط یک جمله روبروی فرعون گفته اجازه بده قوم من برن و جشن بگیرن و ما هم برنامه‌ای داریم. نه؟ یک جشن خیلی بزرگ در تخت جمشید که آزادی ایران رو با پادشاه ما انجام بدیم و همه شما آنجا خواهند بود و من هم در کنار شما هستم مثل یک مهمان و مثل یک دوست
دوست اسرائیل و ایران و دوست زبان فارسی. مرسی.